لگوری آژانسا نوچه‌یان یا رویترز را گهانده که سرکرده‌ین یکیتی اروپایی لبروکسل دو کریزا کوچبریه گفتگو کرن. هروها لگرین درباره استراتژیا گو آلمانیای پیشگیری آویدکه جوورا وستاندنا پیلا پنابریه جو ترکیه و یان پیک آنینا پلان اکدن با گرتنا سینوری بلقان اگر پیوستی هوا. دیزانین که ولایت آلمانیای ده سالا بوریده پیشوازی بهتر جملیونک پنابر کرد. یا کو نها سرکردایتیا پیشکش کرنا پریان اونو کرنا دانو استاندنان به ترکیه را با تبلیبونا ترکیه دیکیتیا اروپای جبورا وستاندنا پیلا پنابریه جالی ترکیه و برف اروپای دکه. هر لسر به مجاره دیپلماسیه که اروپی پلبلند آمجه کر کو دویده میده فشار لسر ولایت نیکیتیا اروپای بهتر دوه کو سینور لپیش پیلا پنابریه بگره. او سروار کر کو گنگشا آسانتر نبویا و آسانتر نابه. هر دوی درباره ده نمسای جیرا گهانده که اوی روژانه 3200 پنابری ور بگره. سبارتی کریزا کوچبریه سروک فرانسای فرانسوا هولند جه رادیویا فرانس انتریا کو اوفیساوی لبروکسلیه تکزی به گرینگی راوستاندنا پنابران برف ولایت اروپای کر. هروها هولند آمجه بوه یکی کر کو باشترین چاره سری جه کریزا پنابران را اوه کو پنابر لدردور سوریه بمینن. بشتی بداوی هاتنا روژا یکم جلوتکا یکیتیا اروپای روشکار آلمانیای انجیلا مرکل را گهانده که ولایتین اندام پشتگیری خواه جه پلانا هفبش لگل یکیتیا اروپای و ترکیه جوارا وستاندنا پیلا پنابریه برف اروپای را گهانده.